سلام كمسك الختام. پدر جان، پاکیزگی به عبادت چی علاقه دارد؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. پسر جانم، دین مبین اسلام انسان را به الله تعالی نزدیک نموده، مناسبت او را به آدمان به ترتیب و نظام می درآورد. از همین سبب دین اسلام به ما دستور می دهد که همیشه پاکیزه و تازه باشیم. شرط بعضی از عبادت ها پاکیزه شوی پیشکی، یعنی غسل و طهارت می باشد. هنگام عبادت ما با خدا روبرو می باشیم و باید تن ما و لباس های ما تازه باشند. حال آن که اگر لباسمان افلاس باشد یا از بدنمان بوی نافارم براید، ما را از همدیگر شرم می آید. یا خود مثال دیگر، ما با چنین نمود به دیدن یگان شخص معتبر یا نزدیکمان نمی رویم و پیش از این شستشو نموده، لباس های تازه در بر نموده بعد از خانه می براییم و نخواد که هنگام عبادت خالق خود با تنی ناپاک و لباسی افلاس باشیم. بار پیامبر صلی الله علیه و سلم از صحابگان پرسیدند: شما چی فکر دارید اگر از نزد خانه یکی از شمایان رود گذرد و او هر روز 5 مرتبه در آن آب شستشو کند، در تن او افلاسی میماند یا نه؟ صحابگان در جواب گفتند: در او تماما چرک نمیماند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علاوه کرده گفتند: 5 وقت نماز به این مانند است. الله تعالی با این 5 وقت نماز انسانها را از گناه پاک می سازد. روایت بخاری و مسلم. بعضی عبادتها مثل نمازهای با جماعت، نمازهای جمعه و عید سرجمعانه گذاشته می شوند. در این وقت شخص با خدا روبرو بوده در بین ازدحام است. در این حالت تازه بودن شرط اساسی است. عبادت به ما عادت دائم و پاک و تازه بودن را تلقین می کند. تازگی پیش از عبادت و هنگام عبادت ما را ظاهراً و باطناً پاک می گرداند. از دیگر طرف همه عبادت ها دل ما را پاک می کنند. عبادت ما را از فرقه های بد و خیال های فاسد دور می کند. مثال دادن زکات دل ما را از ممسکی و حسدخوری تازه می گرداند. روزه ما را از خودپرستی، بیرحمی و مغروری دور می کند. در نتیجه همه عبادت ها روحاً ما را پاک گردانیده گناهان را می شویند. فرزندم، پیامبر صلی الله علیه و سلم به تازگی دقت جدی می داد. هر وقت پیش و بعد از خوراک خوری دستان خود را می شستند. بعد از خواب دستان ناشسته نمی خوردند و این چنین نمی نوشیدند. وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای نماز خفتن یا نماز بامداد از خواب می خستند، پیش از همه با مسواک دندانهای مبارک خود را می شستند. حتی پیش از رحلت وقتی که از جای خسته نمی توانستند، از نزدیکان مسواک پرسیده دندانهای خود را تازه کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به پاکی قلب، بدن و لباسها اهمیت خاصه می دادند. وقتی هم شده بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم با لباسهای در بهدار می گشتند، اما هرگز لباسهای افلاس و دریده را نمی پوشیدند. هنگام پیشوازگیری آدمان به لباسهای خود دقت می دادند. آن کس طلب می کردند که غذا را با روی پوش پوشانند. راه ها و سایه های درختان که در آنجا مسافران دم می گرفتند تازه نگاه دارند. با آن کس معقول نبود که به زمین آب دهان اندازند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می خواستند که همه در تن لباس تازه داشته و نمود خوبی ظاهری داشته باشند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصی لباس چرکین داشته را می دیدند، حتما از او می پرسیدند: برای چی تو لباس خود را نمی شویی؟ بار آن حضرت به شخصی که مویهایش چرکین و به ترتیب و پریشان بودند
واخوردند و از او پرسیدند که برای چی مویهایش را نمی شوید و شانه نمی کند. این بود درس امروزه. منتظر درس های بعدی باشید. نوار به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند. شکرگزاری میکنیم که نوارهای ما را تماشا میکنید. این را فراموش نکنید که دستگیری شما سبب پیشروی کانال است. پس به کانال آبونه شدن را فراموش نکنید. الان زیاده از 80% تماشابینان به کانال آبونه نشده اند. پس به کانال آبونه شوید و دعا را در حق ما فراموش نکنید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.